یک موش کوچک از سوراخ دیوار با چشمانی پر از ترس کشاورز و همسرش را تماشا می‌کرد که در خانه تله گذاشتند. او فوراً فهمید که خطر جدی است و به سرعت در سراسر مزرعه دوید تا دیگر حیوانات را هشدار دهد. اما مرغ، گوسفند و بز بی‌اعتنا و سرد به او توجه نکردند. شب تله دوم عمل کرد و مار سمی زن کشاورز را نیش زد. کشاورز او را فوراً به بیمارستان رساند، اما با وجود تلاش و قربانی کردن مرغ و گوسفند برای بهبود حالش، زن کشاورز جانش را از دست داد. در نهایت کشاورز گاو را فروخت تا هزینه مراسم خاکسپاری را فراهم کند. پیام داستان روشن است. دنیا به خاطر بدی افراد بد خراب نمی شود، بلکه به خاطر بی‌تفاوتی آدم‌های خوب و چشم پوشی نسبت به مشکلات دیگران ویران می شود. وقتی کسی به کمک نیاز دارد، دستش را بگیر یا حداقل با یک کلمه دلگرم کننده او را حمایت کن. کوچکترین بی‌تفاوتی می تواند پیامدهای بزرگی داشته باشد.